سلام، وقتتون بخیر. علیرضا رضوی هستم با مجموعه 10 دلیل شکست در بازاریابی شبکه‌ای در خدمتتونم و امروز میخوام در مورد هفتمین دلیل از 10 دلیل شکست در بازاریابی شبکه‌ای صحبت بکنم و اون فقدان آینده نگریه. خیلی سخته واقعا بین این 10 تا دلیل بگیم کدومش مهمتره یا کدومش اهمیت کمتری داره، چون واقعا تمام این دلیل ها در جایگاه خودش اهمیت داره و باید به اون توجه بکنیم. من خب یه ستاره ویژه برای این دلیل امروز میخوام در موردش صحبت بکنم بذارم، در مورد فقدان آینده نگری. چون تا اونجایی که تجربه دارم در بازاریابی شبکه‌ای، درصد خیلی از آدم ها وقتی از بازاریابی شبکه‌ای تصمیم گرفتن که برن بیرون و این کار رو رها بکنن، زمانی که توی تفکراتشون، صحبت‌هاشون یا اون سابقه کاری که داشتن من توجه می‌کردم، دقت کردم خیلی از اینها این نکته رو داشتند و حالا اگر نکته دیگه‌ای هم بوده این نکته توش بوده حتما، یعنی آینده نگری نداشتن. اما میخوام در موردش صحبت بکنم که اصلا آینده نگری چی هست و فقدان آینده نگری چه بلایی میتونه سر تجارت شما و دست برای آینده شما ایجاد بکنه. ببینید، یه چیزی خوبه با هم اما اول کنار بیایم. یه جمله خیلی معروف و میتونم بگم خیلی تکراری شنیدیم هممون، ولی این جمله رو امروز میخوام در موردش تفکر عمیق‌تری داشته باشیم. 5 سال دیگه چه من و شما بخوایم چه نخوایم از راه میرسه. پس بهتره امروز براش فکری بکنیم. امروز بهتره برای آینده یه کاری داشته باشیم، یه تفکری داشته باشیم، یک برنامه‌ای داشته باشیم. آینده نگری به شما کمک میکنه که امروزتو نبینی، امروز برای امروز کار بکنی، ولی در راستای 5 سال آینده، در راستای 10 سال آیندهت. اما چطور میشه آینده نگری توی خودم ایجاد بکنم؟ اصلا آینده نگری چی هست؟ ببین، آینده نگری یک پیشبینی در مورد آینده است. این که من فکر بکنم که چه احتمالات، چه اتفاقاتی در آینده قرار اتفاق بیفته و بر اساس اون اتفاقات و احتمالاتی که میدم برنامه امروز زندگیمو بچینم. اما چطور میشه مهارت پیدا کرد توی آینده نگری؟ اینکه من بتونم آینده دقیق تر، واضح تر ببینم. خیلی ساده است، کافیه به گذشته مراجعه بکنیم. شما اگه گذشته مراجعه بکنید خیلی چیزها براتون واضح میشه. گذشته رو مقایسهش بکنید با امروزتون. 5 سال پیش رو مقایسه بکنید با امروز. ببینید 5 سال پیش چه اتفاقاتی اگر انجام میدادین امروز زندگی بهتری داشتید. ببینید 5 سال پیش اگر چه فعالیت هایی رو میذاشتین کنار، اگر چه کارهایی رو انجام نمیدادین، امروز تو زندگیتون تاثیر بیشتری داشت. و اگر بشینید گذشته رو یه مرور بکنین، تجربه و مهارت آینده نگری توی شما تقویت میشه. بازاریابی شبکه‌ای تجارتیه که نیازمند آینده نگریه. بازاریابی شبکه‌ای تجارت امروز شما نیست. تجارت 5 سال، 10 سال، 20 سال آینده شماست. و اگر شما امروز میخواین اون رو درست انجامش بدین، باید 5 سال دیگه شو بدونین چه اتفاقی قرار بیفته. چون 5 سال دیگه شما چه بخواین چه نخواین براتون به وجود میاد. من یه خاطره واسهتون بگم، خاطره شاید جالب باشه واسهتون. من فکر میکنم حدود 6 سال 7 سال پیش بود که به یکی از دوستان تماس گرفتم و بهش گفتم که میخوام در مورد کاری باهات صحبت بکنم و اون اومد پرزنت شد، معرفی کار شد و بعد به من یک جوابی داد. گفت ببین رضوی، من امروز لنگ پولم و برای امروزم پول میخوام. این شغلی که به من معرفی کردی امروز به هم پول نمیده و من نمیتونم اینو انجامش بدم. من باید شغل پیدا کنم که امروز به هم پول بده. خیلی جالبه. الان از اون اتفاق شاید 6 سال 7 سال دقیقش نمیدونم، ولی همین حدودها هست که میگذره و اون دوست من زندگی که الان داره دقیقاً شکل 6 سال 7 سال پیششه. یعنی امروز هم نیازمند پول امروزشه. من همیشه هم فکر میکردم که این دوست من که اسمش محمد رضاه، اگر 5 سال پیش با یک آینده نگری، با اینکه من 5 سال دیگه چه بخوام چه نخوام میاد، وارد بازاریابی شبکه‌ای شده بود، آیا امروز دیگه معضلات مالی امروزشو داشت؟ به احتمال زیاد خیر. پس یادتون باشه در بازاریابی شبکه‌ای شما نیاز دارین که آینده نگری داشته باشید.
شما نیاز دارین که بدونین در آینده این تجارت به کجا میره. البته در مورد بازاریابی شبکه‌ای خیلی ساده است، چون چیز جدیدی نیست که شما بخواید بشینین فرمول‌های پیچیده‌ای برای آیندهش حساب بکنین. شما کافیه رزومه آدم‌های موفق رو برین بررسی بکنین، می‌بینین که اونها در عرض 3 5 7 10 سال در زمانهای متفاوت بین 3 تا 10 سال زندگیشون کلاً متحول شده. و شما هم تصمیم بگیرین که آیا برای آیندهتون دوست دارین این کار رو انجام بدید. شما در گذشته وقتی بررسی میکنین میبینین که فرصت‌های شغلی خیلی زیادی بوده که آدم‌ها جدی نگرفتند و حتی برعکسش هم بذارین بررسی بکنیم. فرصت‌هایی که داشتند ولی با آینده نگری مراقب نبودن که این شغل رو در آینده از دست خواهند داد. من یکی از دوستانم 2 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم گفت میخوام برم و دانشگاه رشته تدریس زبان انگلیسی. من بهش گفتم که فلانی، یه خانومه، گفتم فلانی رفتی آینده نگری این شغل ببینی؟ گفت آره زبان خیلی مهمه، همه آدم ها دنبال زبانن، داستان میدونی داستان چیه. ولی الان تا امروز 2 سال فقط گذشته از اون تاریخ و من مطمئنم تا 3-4 سال دیگه این اتفاق به صورت کامل میفته. اون اتفاق چیه؟ با تکنولوژی های روز دنیا، با تجارت های، با علم هوشمند امروز، با هوش مصنوعی که الان اومده و روز به روز داره قدرتمندتر میشه، آروم آروم خیلی از مشاغل از جمله شغل آموزش زبان، حالا هر کشوری، زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، هر کشوری، این شغل به مرور زمان در چند سال آینده اصلا محو میشه. چون آدم ها با هوش مصنوعی دیگه نیازی به یادگیری زبان ندارند. با اومدن هولوگرام شما دیگه نیاز نداره حتی یک کلمه زبان دوم یاد بگیرید. هولوگرام شما هر چیزی که شما به زبان مادریت میگین اون با بهترین کیفیت، با بهترین لهجه و بدون خطا برای اون افرادی که دارن صحبت‌های شما رو گوش میکنن، هولوگرام شما به جای شما صحبت میکنه. یعنی حتی شما میتونید داخل ایران باشید ولی توی یک سمیناری توی آمریکا، توی اروپا، توی کشور اروپایی، هولوگرام شما اونجا صحبت بکنه. هولوگرام دقیقاً شبیه خود منه و با زبان و لهجه خود من صحبت میکنه ولی میتونه به یک زبان دیگه صحبت بکنه. ببین من زمانی که امروز میخوام این کار رو انجام بدم بشینم فکر بکنم آینده این کار چیه؟ این کار در دنیای 3 سال آینده، 5 سال آینده، 10 سال دیگه چه جایگاهی داره؟ و ما خیلی از این عدم آینده نگری ها باعث شده که آدم ها فرصت های خیلی خوبی از دست بدند و یا تجارت هایی که داشتند نابودشون بکنه. ما بارها مثال زدیم، در مورد تاکسی های اینترنتی مثال زدیم که با زمانی که اولین بار تاکسی های اینترنت اومدن خیلی ها در موقعش مقاومت کردن چون آینده اون رو نمیدیدن چجوریه. در مورد خیلی از اتفاقات دنیا اینجوری شما میتونید بشینید تحقیق بکنید، بدونید و ببینید چه اتفاقی تونسته برای آدم هایی که فقدان آینده نگری داشتن به وجود بیاره. بازاریابی شبکه‌ای هم مستثنا نیست. بازاریابی شبکه‌ای هم یک تجارتیه مبتنی بر ذهنیت آینده نگر. بازاریابی شبکه‌ای تجارتی نیست که شما امروز بخوای انجامش بدی برای امروزت. تجارتیه که شما باید امروز اساس و بنیادش رو بسازی برای 5 سال دیگه، 10 سال دیگه. این نوع تفکر باعث میشه شما امروز هوشمندانه کار بکنید. این نوع تفکر باعث میشه امروز شما بدونید چرا دارید این کار رو انجام میدید. این تفکر باعث میشه شما امروز اگر مخالفتی با شما در زمینه کارتون شد، شما در مورد این مخالفت روحیه و انرژی خودتون از دست ندید، ناامید نشید، چون شما بر مبنای تصویر 5 سال دیگه دارید این کار رو انجام میدید، نه بر اساس تصویر امروزتون. شما اگر برید آدم‌های تاثیرگذار توی دنیا رو ببینید، میبینید که همه اونها در زمانی که اون کاری که حالا توی دنیا تاثیر گذاشته رو انجام دادن با یک دید آینده نگری انجام دادن.
شما نگاه کنید، شاید نزدیک 70-80% اختراعات دنیا و اکتشافات دنیا بر اساس آینده نگری اتفاق افتاده. همین موبایلی که من دارم باش ویدیو ضبط میکنم بر اساس یه آینده نگری اتفاق افتاده. و همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، آدم‌هایی هستن که نشستن و دارن به فکر 5 سال دیگه به 10 سال دیگه تکنولوژی موبایل هستن و بر مبنای اون امروز یک سری کارها رو انجام میدن. اگر میخوای تو بازار شبکه‌ای موفق باشی، حتما بشین با آینده نگری این تجارت فکر بکن. به این 5 سال دیگه چه اتفاقی واسه زندگی تو میفته؟ این تفکر باعث میشه تصمیمات امروزت را خیلی توش دقت بکنی و قطعا تصمیمات امروزت نتایج فردا رو به وجود میاره. هیچ وقت این جمله رو به عنوان جمله آخر ویدیو میخوام بگم، هیچ وقت تجارت بازاریابی شبکه‌ای را برای امروز انجام نده، چون این تجارت امروز نیست، این تجارت فرداست. همتون رو دوست دارم. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر از مجموعه ویدیوهای من خوشتون اومده، ازتون درخواست میکنم کانال ما رو سابسکرایب کنین و در انتهای ویدیو هم از پلیلیست 10 دلیل شکست واسهتون میذارم که اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدین میتونید روی این پلیلیست کلیک کنید. تمام ویدیوهای قبلی این مجموعه 10 دلیل واسه شما باز میشه و هر کدومش که مایل بودین میتونین ببینید. لایک و کامنت یادتون نره. لایک شما باعث میشه که افراد بیشتری بتونن ویدیو رو ببینن و اگر احساس میکنین صحبت‌های امروز من توی این ویدیو به درد دوستان شما میخوره، میتونین ویدیو برای اونها هم ارسال بکنید. خدا نگهدار.